امروز میخوایم داستان یه استاد فلسفه رو تعریف کنیم که استادشون با یه تکنیک ذهنی دانشجوها رو به مکانهای مختلف میبره تا بعد اینکه دنیا نابود شد اونا بتونن نسل بشر رو ادامه بدن. پس آمادشین که قراره امروز بپردازیم به فیلم After the Dark. ابتدای فیلم یه دختر و یه پسر به اسمای پترا و جیمز رو میبینیم. اونا شب و کنار هم بودن و الان پترا میره که خودشو به کلاس درسش برسونه، اما جیمز میخوابه و خب دیر به کلاسش میرسه. معلمیشون زیمیت با دلسوزی، معلم که نه استاد، با دلسوزی جیمز رو به کلاسش راه میده. اونجا ما میفهمیم جیمز و زیدش با هم کلاسی هستن و این آخرین کلاس فلسفه شون هستش که داره تو کشور اندونزی برگزار میشه. کمی بعد استادشون ازشون میخواد در مورد تمرینای فکری مورد علاقهشون صحبت کنن و به خاطر همین یکی از دانشجوها از قضیه میمون بی‌نهایت میگه که اگه یه میمون و 1,000,000 ماشین تحریر باشه و همینجور زمان هم بی‌نهایت باشه، بالاخره اون میمون موفق میشه کتاب ویلیام شکسپیر رو تایپ کنه. بعدش پسری به اسم جک فرضیه‌ای رو مطرح میکنه که میگه ما میتونیم 2 تا انتخاب داشته باشیم، یه قطار به جای عبور از روی 4 نفر از روی 1 نفر عبور کنه. کمی بعد یه دختر به اسم جورجیا میگه من پارادوکس سعادت و جهالت رو دوست دارم، یعنی که یه نفر خودش از بلندترین برج شهر آویزون کنه تا ببینه دوستاش کمکش میکنن یا نه، و وقتی دوستاش کمکش نکردن اون که افتاد پایین چترشو باز کنه و بیاد و بهشون بگه که چیز شدین. آره، استادشون میگه که خب بسه، چون میخوام بهتون یه تمرین فکری خفن بدم. اون میگه همتون تصور کنید که قراره یه آخرالزمان اتمی رخ بده، اما برای ما یه پناهگاه امن وجود داره که میتونیم تا 1 سال توش زندگی کنیم تا بتونیم بعدش نسل بشر رو ادامه بدیم. اینجا اون با قدرت تخیلش اونا رو میبره به یه منطقه خاص که قراره توش آخرالزمان اتمی رخ بده و بعدش بچه‌ها رو میبره به پناهگاه. اما یه مشکلی هستش، اونا 20 نفرن و اینجا برای 10 نفر طراحی شده. پس بعد قبل اینکه تشعشعات هستی به اونجا برسه 10 نفر از دانشجوها رو حذف. اینجا جورجیا میگه من توی این کار شرکت نمی کنم چون که این کار نامردیه. اینجا یه دختر موزرد که اسمش رو یادم رفت کلاس رو ترک میکنه و استاد بهش میگه که بهتره کلاس رو ترک نکنی، چرا که تو شاگرد اول کلاسی و نمره برات مهمه و همینطور اگه بری نمره دوست پسرتو میارم پایین و اون این ترم رو میافت. اینجا استاد یه جعبه میاره و یه سری کارت بین دانشجوهاش پخش میکنه و اول از جیمز میخواد یه کارت از توش برداره و از پترا میخواد دومیشو برداره. اینجا ما میفهمیم روی هر کدوم از کارت‌ها یه شغل نوشته شده برای بچه‌ها و شیمیدان و فضانورد و ساقی و همه چی تو این کارت‌ها هست. کمی بعد همشون شغلاشون رو میگن تا نوبت به یه پسر میرسه که یه شاعره و وقتی میخواد شغلشو معرفی کنه استاد با تفنگ میزنتش. بعدش ما میفهمیم استاد مخفیانه اون تفنگ رو با خودش از اون مخفیگاه برداشته و اینجا استاده میگه که ما تو آخرالزمان هیچ نیازی به یه شاعر نداریم. بچه‌ها شروع میکنن به انتخاب کسایی که برای بازیابی آخرالزمان قرار به کارشون بیان. پس یکی مثل پترا که مهندس سازه هستش یا بقیه که کشاورز و اینجور شغلای مهمی دارن رو انتخاب میکنن و 9 نفر دیگه که شغلای غیر ضروری دارن رو حذف میکنن. یکم با هم وقت میگذرونن تا اینکه صدای شلیک میاد و میفهمن که استاد اون 9 نفر دیگر رو کشته، چون که میگه مردن با گلوله راحت تر از مردن با تشعشعات هسته‌ای هستش و این کار استاد باعث نگرانی بقیه افراد گروه میشه. پس اونا یه نقشه میکشن تا نذارن استاد باهاشون بیاد تو پناهگاه. پس جیمی به بچه‌ها میگه برین و از هر گیاه یه نمونه بیارین، اما این یه نقشه هستش تا از شر استاد خلاص بشن و در پناهگاه در روش ببندن. شبش پترا میره دم در تا استادو ببینه و اونجا میبینه که داره تو تشعشعات جر میخوره. خروج از پناهگاه و بلد منم. پترا هم میره و به بقیه بچه‌ها میگه و اونا رو میاره. وقتی اونا میرسن میفهمن استادشون مرده. پس بعد 1 سال صبر کنن تا ببینن استادشون راست گفته یا نه. پس اونا توی اون 1 سال کلی تفریح میکنن. پترا هم هر روز میره و به جنازه استادشون سر میزنه. بالاخره بعد 1 سال روز موعود فرا میرسه و اونا میرن تا در رو باز کنن و
خیلی زود اونا متوجه میشن که حق با استادشون بوده و اونا رمز در رو ندارن. اونا دست بر تلاشی میزنن تا بتونن از اونجا بیرون برن، اما فایده این نداره. چند روز بعد اونا آخرین ذخیره غذایشون رو هم تموم میکنن و یکی یکی میمیرن. بعدش استادشون میگه بچه‌ها تو آزمایش اولشون شکست خوردن و اینجا معلوم میشه خود استادشون پناهگاه ساخته بوده. بچه‌ها میخوان دوباره آزمایش رو انجام بدن، پس این دفعه میرن به جای دیگه و اینجا هم زیمیک یا همون استاد میره و یه اسلحه رو مخفیانه برمیداره، ولی این بار پترو متوجه میشه. اونا دوباره کسایی رو که شغل مفید دارن رو انتخاب میکنن و کسایی که شغل به در نخور دارن رو حذف میکنن، تا اینکه باز اون پسر شاعر نوبت به اون میرسه و استادشون این بار بهشون سویچ یه ماشین میده و شانس فرار رو بهشون میده، اما اونا توسط یه انفجار اتمی کشته میشن. افرادی که شغل بهتری داشتن وارد پناهگاه میشن و بعدش زندگی کسل کنندشون رو دوباره آغاز میکنن. چند روزی میگذره تا اینکه پترا میبینه استاد تو تختش نیست و وقتی که میره دنبالش میبینه که استادشون گی هستش و داره با یه پسر گی میکنه. پس پترا از این موضوع ناراحت میشه. چند ساعت بعد همه دور هم جمع میشن تا در مورد باردار کردن دختر رو نظر بدن و اینجا اونا تصمیم میگیرن جیمز و جک رو به خاطر گی بودنشون از این کار حذف کنن. چند دقیقه بعد پترا برای اینکه دوست پسرش رو بسوزونه میره و با استادشون میخوابه. 10 هفته میگذره اما هیچ کدوم از دختر رو باردار نمیشن و جیمی استاد پیشنهاد تریسامو جابجایی پسرا رو میده، اما یکی از دخترها میگه تو نمیتونی برامون اینجور تصمیمی بگیری و اینا، و این باعث میشه استاد بره و یه اسلحه بیاره و همه بچه‌ها به جز بانی رو از اتاق بیرون کنه. اما جک خودش رو یه گوشه مخفی میکنه و درست قبل اینکه استاد ترتیب بانی رو بده بهش حمله میکنه و تفنگ استاد پرت میشه و جیم یه مداد رو توی سوراخ گوش استاد فرو میکنه و استاد که حالش خیلی خراب میشه میره دم در پناهگاه و در رو باز میکنه و همه رو به فاگ میده. برمیگردیم به کلاس. اینجا جیمی به نحوه پخش کردن کارت ها مشکوک میشه، چرا که موقع پخش کردن کارت ها به جیمز و پترو سرفه میکرد و برمیگشت سر میزش و به خاطر همین جیمز میپره و جعبه رو برمیداره و میفهمه داخل جعبه یه جور حقه شعبده بازی بود تا با گی قرار دادن جیمز کاری بتونه تا اونو از چشم پترو بندازه و اینا. پترو میگه این قبول نیست و ما باید دوباره وارد این آزمایش بشیم. این بار جیمز به جای کشاورز فقط یه باغبون میشه. اونا میرن داخل جزیره و استاد طبق معمول میره تا یه اسلحه بیاره. یه صدا میشنوه اما به صدا توجهی نمیکنه. کمی بعد پترو میره پیشش میشینه و بغلش میکنه و از بقیه میخواد که بذارن آدمایی که قرار وارد پناهگاه بشن رو اون انتخاب کنه. اینجا اون تمام کسایی که قبلا رد شده بودن رو انتخاب میکنه. استاد که از انتخابا خیلی شاکی هستش، برای اینکه جلوی بچه‌ها رو بگیره تا نرن داخل پناهگاه دنبال اسلحه‌اش میگرده، اما متوجه میشه که اسلحه دست پترو هستش. اون میگه الان دیگه نیازی بهت نیست، چرا که دفعه قبل اون رمز رو دید و حفظ کردتش. پترو وقتی آخرین نفر رو برای ورود به پناهگاه انتخاب میکنه اون از ورود به پناهگاه خودداری میکنه و پترو به جاش جیمز رو میفرسته داخل. جیمز که الان هم جنسگرا نیست از پترو میخواد که باهاش بره داخل پناهگاه، ولی اون میگه که من میخوام قایق رو بردارم و با بقیه افراد از اینجا فرار کنم. وقتی میره تا سویچ رو از چیپس بگیره اون پترو رو پرت میکنه داخل و در رو قفل میکنه و خودش و بقیه بازمانده ها رو با قایق از اونجا دور میکنه، ولی این بار برعکس دفعه قبل اصلا حوصله سربر نیستش داخل پناهگاه، چرا که به خاطر انتخاب آدمای متفاوت این اتفاق افتاده. اونا با زدن رمز بعد از 1 سال از داخل پناهگاه بیرون میرن، اما میفهمن هنوز هیچ بمب اتمی منفجر نشده و این به خاطر این بوده که اونا توانایی ادامه زندگی بعد آخرالزمان رو ندارن. اینجا پترو میگه برامون مهم نیست که چرا 1 سال رو پترو میگه این اتفاق اصلا برامون مهم نیست، چرا که ما 1 سال رو سالم زندگی کردیم و دیگه از مرگ نمیترسیم. تو همین لحظه یه موشک روی زمین سقوط میکنه و جیمز میره تا دکمه‌شو بزنه و منفجرش کنه، اما یه دفعه
استاد میاد اونجا و جلوشون رو میگیره و میگه من 1 سال داخل غار مخفی شدم و بعد اینکه صدای شماها رو شنیدم اومدم بیرون و حالا نمیذارم شما هممون رو بتره کنید. اونا روبروی هم وای میستن و دگمه رو میزنن و همشون با هم منفجر میشن و وقتی از بقیه میپرسن که تو این 1 سال کجا بودین، چیپس میگه که ما به یه جزیره رفتیم و همه پسرای گروه یکی یکی به طور تصادفی کشته شدن و فقط من موندم و 6 تا از اون دختر. اون میگه این 1 سالو مثل شاه زندگی کردم و در آخر همه دانشجو از کلاس میرن، البته به جز پترو. و اینجا ما میفهمیم استاد قبلا با پترو رابطه داشته و همه این کارا رو کرده تا با پترو رابطه‌ش رو نگه داره. اما پترو بهش میگه که من عاشق جیمز شدم و همین باعث میشه استادشون مدتی بعد تو اتاقش خودشو با تفنگ به فاک بده. خداییش خسته شدم. خب دوستان، مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. چنل رو ساب کنید تا ازم حمایت کنید. دم همتون گرم. خدا نگهدار.